بودن که اون نفر رو ما تا حتی درونی انبار در آوردیم گفتیم که ارد هست محصولات هست پهلو نکنید اون بودن که اون نفر رو که باور نمیکردن به زوری بیا به من بار فروش گفته اما به زوری خونه‌شون جمع کردن. بعد از ماه مارت ماه اپریل 2020 به ماه مای کمتر خریداری کم شد تا اینکه مردم ذخیره در خونه‌شون داشتن. حتی مزاجون بودن که به ما مراجعت کردن تا اینکه محصولات خود را برگردانند. امیر قلندرов در جمعیتی دارای مسئولیتش محدود غله‌ای سوخت فعالیت می‌برد. در اوج پاندемия با تهلوکه افتادن مردم و زیاد گردیدن طلبات به ارد همانو در خاطرش نقش بسته است. زیرا ماه مارت سال 2020 نفرانی زیاد در نزد کارگاه جمع آمده می‌خواستند ارد خریداری نمایند. مردم باوری نداشتند که در انبارها ذخیره ارد موجود است. مسئولین کارگاه را ضرور آمد که بعضی از ساکنان را به انبارها درآورده ذخیره موجوده را نشان دهند تا اینکه آنها به تهلوکه داده نشوند و خرج بیهوده نکنند. در بازارها نیز ارزش ارد یکباره بلند شد. این عمل باعث نگرانی ساکنان گردیده بود. وزنی بود اویدی وارد نمودنی محصولات خام یعنی گندم که از طرف جمهوری‌های همسایه یعنی قزاقستان از طرف فدراسیون روسیه من یا که لیمیت مونده شد برای ما کمتر وزنی بود اما پسی سر کردیم با مکتوب ها که از طرف حکومتی جمهوری دستگیری کرده شد با ما جمهوری‌های همسایه یعنی برای واردات اشیاء خام یاردم خود را رسانیدن که ما محصولات برآورده برای امنیت آذوقه‌واری همه وظیفه خود را اجرا نمودیم. جمعیت دارای مسئولیتش محدود غله سوخت در ناحیه جبار رسولوی ولایتی سوخت سال 2014 رسما به کار شروع نمود. سمت فعالیت کارگاه به استحصال محصولات گندمی روانه گردیده است. در زمان آغاز پاندemia که طلبات به محصولات کارگاه یک بار زیاد شد، در یک شبانه روز اقتدار استحصالی تا به 120 تانه محصولات در یک شبانه روز برآورده شد. محصولات گندمی از جمله ارد به ممانعت به تمام ولایت‌های جمهوری صادرات گردید. آن لحظه ها اگر گران شدن ارزش گندم یک معما باشد، واردات آن با مشکلی معمای دیگری در کارگاه بود. نرخی که ما بلند میکنیم یا که پست مینمویم به درجه تا همین 3-4 سومونی میشود، لیکن به درجه بلندشوی تا 50 سومونی یا تا 60 سومونی تا 30 سومونی این از طرف ما نبود. تا اینکه وقتی که ما نرخ بلند میکنیم همه خدمات های علاقه‌دار هستند، خدمات هایی که با این کاربری میکنن به اجازتی خدمات ها یا که ما خودسرانه برآمده نرخ بالا کردن نمیتوانیم. همون روزهای پاندemia تمام بسیاری ساختارها که بودند ما تفتیش میکردن، مقصد دیدن که نرخنامه از طرف ما بلند نشدگی خلاصه خود را کردن، همه خبردار است. فکر من به اون از دویم دست بوده است چون که خدمات ها ساختارها هم با اونها کار کردن. در ناحیه جبار رسولوی ولایتی سوخت به حالت 1 ینوار سال 2021 شماره صاحبکاران 5439 نفر را تشکیل می دهد. از جمله 516 نفر صاحبکارانی در اساس شهادتنامه، 2142 نفر در اساس پتنت، 2355 نفر خواجگی های دهقانی و 424 نفر شخصانی حقوقی فعالیت می برند. نوابسته به زیاد شدن شماره صاحبکاران در ناحیه 134 نفر شخصانی حقوقی و صاحبکاران انفرادی، 810 نفر اندازه‌سپارندگان که طبق پتنت کار می‌کردند فعالیتشان را قطع نمودند. در حدود ناحیه جبار رسولوف 25 عدد کارخانه‌های صنعتی کار و فعالیت می‌ماند. از آن 3 زواد پخت تزکینی، 9 زواد غشبراری، رواد زبان براری، محصولات خوراکواری، زواد ارد براری، از آن جمله و جدمیم ارگانیک یعنی استحصال رشته کار فعالیت میکند. در سال 2019 فعالیت را آغاز نموده بود. وقتی پاندemia پر با اقتدار خودش فعالیت نمود. سال 2020 3 کارخانه از فعالیت باز مانده بود، یعنی دو کارخانه از ثابت نبودنی طلبات با محصولات، یعنی زواد اسفال براری سال گذشته کمتر فعالیت نکرد، آماده هست فعالیت کند، لیکن سال 2020 از سبب پاندemia فعالیت نکرده بود. جدمیم راه سفید و یا محصولات و
فعالیت نکردگی بود. سیخ دوزندگی بود یکتاش اسفالت براری، یک نمودش سیخ قالین بافی. اینجا کارگاه استحصالی کارگرد نخی پخته و رساندگی جمعیت دارای مسئولیتش محدود ارگانیک یان می باشد. در اینجا نخی پخته کار کرد و از آن رشته پختگین استحصال می گردد. کارگاه مذکور در دهه غولک‌انداز ناحیه جبار رسولов جایگیر است. محض در دوره پاندمی سهم کارگاه در بلند برداشتن اقتصادیات ناحیه نظررس بود، زیرا فعالیت در اینجا در 4 بست براه مانده شده لحظه قطع نگردید. کارخانه سال 2019 83 تن اشیاء پخته اعلی صفت قبول کرد. از آن 76 تن رشته اعلی صفت استحصال کرده است و شماره کارگران در آن وقت 142 نفر را تشکیل می‌کردند. در سال 2019 صادرات رشته 2 میلیون سامانه را تشکیل کرد. 2020 قبل پخته 1100 تن را تشکیل کرد. از آن 900 تن رشته اعلی صفت برآورده شده. شماره کارگران مقدار 200 نفر زیاد شده. 200 نفر را تشکیل می‌کنند و صادرات محصولات تیار به خارج کشور 17 میلیون را تشکیل کرده است. در برابر 200 نفر ساکنان دهه غولک‌انداز عزیزه نیز در اینجا کار میکند. زمانی که در کشور کووید 19 در اوج بود، او نیز در هراس بود، زیرا اولین مبتلایان بیماری کووید 19 محض از همین ناحیه به قید گرفته شده بودند. فعالیت در کارگاه باشد اساس پیشبرد زندگیش بود. از این رو وی خود را به دست گرفت و کارش را ادامه داد. وقتی که پاندمی شد همه می گفتند که به کار نرو. همه از سلامتی خود خواطر بودند. لیکن وقتی که به کارگاه آمدم در اینجا ما را با نقاب و آنتیسپتیکا تامین کردند. نقلیات برای رفت و آمدی ما نیز تشکیل گردیده بود. بی مشکلی ما کارمون را ادامه دادیم. محصولات استحصالی کارگاه ارگانیک یانگ اساساً به دولت‌های خارجی صادرات می‌گردد. اقتدار استحصالی سالانه کارگاه کارکرد 5000 تن نخ پخته و استحصال رشته از آن میباشد. طلبات نیز به آن روز از روز بیشتر گردیده ایستاده است. اگر در اوج پاندمی کارگاه فعالیتش را قطع می‌نمود، پس امکان بود که شرطنامه‌هایش را به اجرا رسانیدن نتواند. زین روی آنها با اندیشیدن چاره‌های بهداشتی و شرایط مساعد به کارمندان فعالیت را ادامه دادند. وابسته از آن پاندمی که تمام جهان را فرا گرفت، فعالیت خود را ختم نکرده است. از آن جانب که کارگران با ماسک‌های محافظی، آنتیسپتیک‌های دستشویی و از طرف سن اپیدمیستانسی شهری کارهای بی‌ضرورت‌کننده به جا آورده. برای همین کارخانه فعالیت خود را قطع نکرده است. حاضر بسیار ما کوشش غیر در آن داریم که بسیارتر محصولات ببریم و خریداری بسیار داریم و حرکت در آن است که بسیارتر صادرات کنیم. نوابسته به مشکلات گوناگون اوید به دسترسی اشیای خام و هم صادرات محصولات، کارگاه غله سوخت و ارگانیک یانگ میزاجان خود را از دست ندادند. آغازاً از سنه 21 ایون سال روان در تاجیکستان دوباره از به قید گرفتن سرایت یافتگان به بیماری کووید 19 اطلاع داده شد. خوشبختانه این خبر باعثی در کوبی مردم در کارگاه‌های اردبراری نگردید. در حالتی ضروری باشد، ارد در انبارها فراوان می باشد.